وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در وبسایت خود از چند جنایت صادر شده در 2 روز اخیر خبر می‌دهد. وزارت میگوید ساکن 39 ساله جماعت اونچی نویه باباجان غفورов روز 1 ینور ساعت 14 ساکن 38 ساله جماعت گلستان شهر وحدت را در خانه‌اش بوغی کرده به هلاکت رسانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. بنا به خبر وزارت کارهای داخلی، کارمندان میلیسیا مرد 68 ساله ساکن جماعت دهه غزنترک نوحه دیوشتیش را با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کردند. نامبرده 31 دکامبر تخمینا ساعت 17:30 در خانه استقامتیش با همدیه‌اش مرد 34 ساله از سبب مناقشه به میان آمده جنگ و جنجال کرده با کارد خواجگی 1 مرتبه به شکمش زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. در ادامه خبرهای وزارت کارهای داخلی آمده است 2 نوروز 17 ساله شب 21 دکامبر ساعت 23 از حیثیت اوباشی در کوچه خوجند شهر دوشنبه یک ساکن 19 ساله نوحه سینا را کور زدند. در نتیجه جبری دیده مجروح شده و در بیمارستان بستری است. همچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در نوحه فردوسی با عریضه زن 28 ساله ساکن جماعت دهات مختار نوحه خوولینگ مراجعت نموده است که صحنه 31 دکامبر تخمینا ساعت 22:00 هنگام در محله 46 شهر دوشنبه قرار داشتند شخص نامعلوم با راه زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا را گرفته از جای حادثه غیب زده است. کارمندان میلیسیا مرد 37 ساله ساکن نوحه فرخار را همچنین گمانبر به صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کردند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.